از این لحظه به بعد هیچ ایرانی از خاک آمریکا اخراج نشه. فشار سیاسی در واشنگتن برای توقف اخراج ایرانیان بالا گرفت. سناتورهای دموکرات کنگره امریکا با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه خواهان توقف اخراج مهاجران ایران از امریکا شدند. همزمان کشور فرانسه هم از پذیرش درخواست‌های پناهندگی ایرانیان خبر داد. ممنون میشیم برای مقابله با سایبری‌های آخوندی حتما ویدیو را لایک کنید و کامنت بذارید. کنگره آمریکا میخواد پرونده‌های مهاجرتی ایرانی‌ها رو ساده‌تر بکنه و از این لحظه به بعد هیچ ایرانی از خاک آمریکا اخراج نشه. همزمان فرانسه هم اعلام کرد که به ایرانی‌ها پناهندگی خواهد داد. یعنی وزیر خارجه‌اش گفت که قرار هست درخواست‌های بیشتر پناهندگی رو از ایران بپذیرن. انگار به خاطر این کشتار گسترده در داخل ایران اینا دارن شرایط امنیت در داخل ایران رو مثلا کشورهایی مثل سوریه و افغانستان در نظر میگیرن و کیس‌های خاص مهاجرتی براشون ایجاد میکنن که ایرانی‌ها دیگه اخراج نشن به داخل ایران. این یک خبر مهم دیگه این هست که ترامپ طول مذاکرات با جمهوری اسلامی رو تعیین کرد. ترامپ گفت ما 1 ماه فرصت میدیم به جمهوری اسلامی برای این مذاکرات. اگر تا 1 ماه توافق حاصل شد که خوب، اگر نشد وارد فاز بعدی میشیم که منظورش حمله نظامی هست. از یه طرف دیگه آکسیوس گزارش داده که قرار هست احتمالاً هفته بعد دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی رخ بده. با احتساب این آمارها به نظر میرسه که قرار نیست این بار دور مذاکرات مثل تابستون 5 بار به طول بیانجامه. و آخرین خبر این هست که ترامپ تایید کرد که این ناو دومی که به خاورمیانه داره ارسال میشه برای حمله احتمالی به ایران خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها میدونیم که حالا دیگه این ناوی که قرار هست بره اون ناو بوش نیست که قبلا میگفتن. یه ناو جدید هست به اسم جرالد فورد که این ناو بزرگترین ناو نظامی جهان هست و همون ناوی هست که تا حالا ونزوئلا بوده. یعنی این ناو نظامی آمریکا از ونزوئلا داره مستقیم میره سراغ جمهوری اسلامی.